تورنمنت فوتبال زمستانی مکاتب معارف شهر شبرغان میان 13 تیم آغاز شد. مسئولان در ریاست معارف جوزجان میگویند تورنمنت فوتبال زمستانی را به هدف رشد ذهنی جوانان و شناسایی چهره‌های برتر رشته ورزشی فوتبال میان 13 تیم با اشتراک حدود 195 تن از ورزشکاران از مکاتب مختلف شهر شبرغان آغاز نموده اند. با گفته مسئولان ریاست معارف جوزجان، این مسابقه روزانه در 2 تایم از طرف صبح و چاشت میان تیم‌های اشتراک کننده راه اندازی می شود. مسئولان در ریاست معارف جوزجان می افزایند رهبری وزارت معارف امارت اسلامی افزون بر توجه به تعلیم و تربیت دانش آموزان در بخش ورزش نیز جوانان و دانش آموزان را تشویق و حمایت می نماید. از سوی دیگر مسئولین فدراسیون فوتبال و ورزشکاران فوتبال جوزجان راه اندازی چنین رقابت‌های ورزشی را در راستای رشد ذهنی و استعداد جوانان و دانش آموزان مؤثر عنوان می‌نمایند. گفتنی است که بر بنیاد گفته‌های مسئولین ریاست معارف جوزجان طی چند سال پسین حدود 100 تیم از رشته‌های مختلف ورزشی در مرکز و ولسواله‌های این ولایت ایجاد شده است.